آنقدر پوشاندی الله بزرگ که خودمان هم باورمان شد عیبی نداری. به نام خدایی که از شدت حضور ناپیداست و همیشه ستارالعیوبه. سلام و عرض ادب، عزت و احترام خدمت همه رفیقان و اون کسایی که دارن ما رو میبینن. من اول صبح جمعه بعد از یه شیفت سخت یه پیشنهاد کوچیک داشتم. برادر، اگر همسایت موتور سنگین داره، اگر همسایت بچه محلت داره خلاف میکنه، تو با فروختن این مورد صاحب موتور سنگین نمیشی که. فقط یه عذاب وجدانی میاد سراغت، یه انرژی منفی میاد و یک بدنامی دوچار خودت و خانوادت میشه، اونم بیشرفی و بی‌هویتی تو هستش داخل اون محل. با شرف زندگی کنیم، اندکی در این جسم مهمانیم، با شرف زندگی کنیم. من فقط صحبتم به موتور سنگین نیست، همه آدم فروشی هست. یا علی مدد.